میگوید ای بندگان من که بر ضرر خود زیاده روی کردید، هیچ وقت از رحمت و مهربانی پروردگارتان ناامید نشوید. بنده من، اگر تو مرا انکار میکردی، مرا نادیده میگرفتی، گناه میکردی، هیچ وقت عبادت نمیکردی، از همه آدم بدترین شدی، بدترین افلاس‌ترین آدم شدی، از همه جنایتکار کلانترین، 10 سال نه، 20 سال نه، 30 سال نه، 40 نه، 50 نه، 60 نه، اما تو بدترین از بدترین ها، افلاس‌ترین از افلاس‌ترین ها بودی. اما یک مرتبه، همگی یک مرتبه در زندگیت چیز بدیلت داخل شد و تو گفتی ای الله خداوندو. الله میگوید ها بنده من، تو چی میخواهی؟ تو میگویی ای الله من رو ببخش. الله میگوید من بخشیدم گناهانت رو. بنده من، اگر تو با من نزدیک شوی، این الله هست که به هیچ کس نیاز ندارد. کاملا اللهی که به هیچ کس نیاز ندارد میگوید ای بندگان من، در حدیث صحیح قدسی، در حدیث صحیح میگوید ای بندگان من، اگر شما به من به اندازه یک پنجه نزدیک شوید، من به اندازه یک اورنج به شما نزدیک میشم. بنده من، اگر تو پیاده به نزد من آیی، من به نزد تو شتابان میآیم. ای بنده من، اگر تو مرا یادآور شدی، من نیز از تو یادآور میشوم. بنده من، اگر تو مرا فراموش کردی، من مثل پیشترات رو به یاد خواهم داشت.